درود و مهر. مهورتا هستم با جلسه اول از پاکسازی چاکراها. چاکرای ریشه مولادهارا همراه هم هستیم. با عشق و آرامش به این لحظه مقدس قدم میذارم. قلبم رو به نور درونم باز میکنم و در هر نفس صلح و هماهنگی رو به وجودم دعوت میکنم. من آمادم تا با خودم، با جهان و با انرژی الهی یکی بشم. حالا با آرامش این سفر درونی رو آغاز میکنم. به آرامی در یک فضای امن و راحت بنشین یا دراز بکش. چشمانت رو به نرمی ببند. چند نفس عمیق و آرام بکش. دم عمیق و باز دم رو عمیق‌تر رها کن و تکرارش کن. دم عمیق، باز دم رو عمیق‌تر رها کن. با هر بازدم احساس کن که بدن تو سنگین‌تر و آرام‌تر میشه. تمام تنش‌ها و نگرانی‌ها رو رها کن. حالا توجهت رو به پایه ستون فقراتت ببر. جایی که چاکرای ریشه تو قرار داره. یک نور قرمز گرم و درخشان رو در این نقطه تصور کن. این نور مثل ریشه های یک درخت قوی تو رو به زمین متصل میکنه. با هر نفس عمیق این نور قرمز رو روشن‌تر و قوی‌تر ببین. هر گونه ترس، اضطراب یا احساس ناامنی رو تصور کن که مثل دودی خاکستری از این چاکرا خارج میشه. با هر بازدم این انرژی های منفی محو میشن و با هر دم نور قرمز پررنگ تر و شفاف تر میشه. با خودت بگو من در امنیت کاملم. من به زمین متصلم. من قوی و پایدارم. حالا تصور کن که این نور قرمز به شکل یک چرخ درخشان شروع به چرخیدن میکنه. آرام، هماهنگ و متعادل. هر چرخش این چاکرا رو پاکسازی میکنه. انرژی های کهنه و سنگین رو آزاد میکنه. تصور کن ریشه های عمیقی از پایه ستون فقراتت به سمت زمین رشد میکنه. تو رو نگه میداره. تو رو حمایت میکنه. احساس کن که زمین، مادر، با عشق و قدرت از تو مراقبت میکنه. چند لحظه در این حس امنیت و ثبات بمون. نفسهای عمیق بکش. اجازه بده این نور قرمز در وجود جریان پیدا کنه. تو متصل، قوی و در تعادل هستی. حالا با آرامی چند نفس عمیق دیگه بکش. خدایا شکرت. وقتی آماده بودی به آرومی به بدن و لحظه حال باز کرد و این حس امنیت رو با خودت نگه دار. عشق بهت. نمسته. امید که لذت برده باشی
و لطفاً هر چند باری که دلت میخواد با هر کسی که دلت میخواد تکرارش کن. تا جلسه بعدی، بدرود.